مشتری گفت این گوشی سوکت شارژش خراب شده. اول باچه دستگاه رو جدا کردیم. سیم کارت ایرانسل رو از جایگاه خودش درآوردیم. پیشگوشتی مخصوص رو به پیشگوشتی برقی وصل کردیم و پیچا رو باز کردیم. با قاب بازکن قاب دستگاه رو باز کردیم و مدار اصلی رو جدا کردیم. از اینکه قاب از مدار جدا شد، LCD دستگاه رو با آرومی با چسب کاغذی چسبوندیم. موقع هیت گرفتن آسیب نبینه. بورد رو به نگه دارنده وصل کردیم و بورد مدار رو برای زدن سوکت شارژ آماده سازی کردیم. از تمیزکاری سوکت جدید رو به همراه روغن فلکس روی بورد قرار دادیم و با هیتر اتصال برقرار کردیم. بعد با حوی همه پایه‌ها رو لحیم کردیم. فرچه آغشته به تینر بورد رو تمیز کردیم. بعد از باز کردن LCD رفتیم برای تست. از اطمینان از تست رفتیم برای اسمبل کردن گوشی. بورد مدار، قاب پشت و قاب جلو رو به هم دیگه متصل کردیم. بعد جا رفتن قاب شروع کردیم به بستن گوشی. کارت ایرانسل رو جا زدیم و باتری رو قرار دادیم. گوشی نوکیا با موفقیت تعمیر شد. به مشتری عزیزمون تحویلش میدیم.